این نبرد رو جمشید لالخانوف حکمی میکند. داور درجه جمهوریوی ابوبکر شریف بر مقابل میرزا جمیل رمضانوف، یکی در راستو و دیگری در پارتر. کارش عالی است. انکترش میرزا جمیل رمضانوف در راستو و شریف باشد کار رو میخواهد با پارتر برد. ببینید در اینجا ابوبکر در حال برای زمین کار کردن هجوم میکند. حالا آرام است میرزا جمیل رمضانوف. رمضانوف بسیار عالی اکنون هجوم میکند. ابوبکر شریف برای رقیب را میخواهد سمت دیگر برد. در زمین کار کردن میرزا جمیل رمضانوف میداند که بر مقابل او حالتی اسایکامی بسیار خطر دارد. بسیار خطر دارد. پای را داشته است و این حالت رخ نداده است. ببینید حالتی زمین نگاه داشتن. رمضانوف رها میکند این حالت خود را. نوبت دیگر می روند. شریف میرزا جمیل رمضانوف برای یک دیگر می ایستند. کمر داشتنی میرزا جمیل برای ابوبکر شریف خطر است و چنگال داشتنی ابوبکر شریف برای میرزا جمیل رمضانوف خطر دارد. اکنون ببینید حالت زمین نگاه داشتن. رها میکند از این حالت مرکب. این نبرد هم نبرد شایسته است. بسیار حالت خوب است که میتواند در اینجا یک راستا و دیگری در زمین کار رو پیش برد. بسیار حالت خطرناک برای هر دو محسوب می شود. حالا ببینید اکنون میرزا یک وزری در اینجا میرزا جمیل رمضانوف با تخت پشت آورد. ابوبکر شریف بسیار ماهرانه کار کرد. اگر کمر بستن داشته بود این پهلوان توانست که رقیب رو زمین آورده فرو آورد. انا این است جوانی که قادر است برای خوب نشان دادن هنر شایسته کش. میرزا جمیل رمضانوف خود با تخت پشت افتید و چی گفتن و چی دیگر کار کردنش رو ندانست. این پهلوان جوان بسیار ابوبکر اکنون شریف شیرانه رقیب را با تخت پشت آورد و همین طریق با قسمت فینالی رفت. قسمت فینال هم خوب می شود. باور کنید حالا حالت تکرار رو میبینیم چگونه بود. اشتباهی که میرزا جمیل اودینایف در اینجا رمضانوف در اینجا راه داد و ابوبکر شایسته با یک قوای بسیار هم بلند. ببینید حالت تکرار رو میبینیم. حرکت از جانب رمضانوف بود ولی خود با تخت پشت افتید. فقط برای شریف لازم بود که عکس العمل رو با کار برد. این حالت اشتباه دویم بار است که برای میرزا جمیل رمضانوف رخ میدهد. این حالت دویم بار است که با همین اصول میرزا جمیل رمضانوف از دست ابوبکر شریف شکست میخورد. آفرین. ابوبکر شیرانه با پیش میرود در قسمت فینالی وزن زیر 73 کیلو.